سلام بیننده های ارجمند و گرامی، برنامه تحلیلی نگاه دیگر را از شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان آغاز میکنیم. در این برنامه نگاه دیگر و مفصلتر خواهیم داشت به بعض رویدادهای مهم منطقه و جهان که این شب و روز توجه رسانه ها را به طرف خود جلب کرده اند. نتیجه رأی پرسی یونان و نگرانی اتحاد اروپا از آینده این سازمان. تلاش های ناکام برای به وجود آوردن منطقه غیر نظامی در شرق اوکراین. تظاهرات ارمنستان و تدبیر حکومت برای آرام کردن وضعیت. روز پرقربانی یمن و تابش های نوی سیاسی در بحران این کشور. صدای پای گروه دولت اسلامی در مصر و آغاز مرحله نوی مبارزه با تروریسم. یونان کشور است در اروپا و اگرچه به مانند دیگر کشورهای این منطقه مخصوصا کشورهای غربی آن دارای اقتصاد و صنعت پیشرفته است، اما از نظر سابقه تاریخی و تمدن آفری نه تنها در قطعه اروپا بلکه در جهان یک کشور بسیار مهم به شمار می رود. اما چند سال است که این کشور با بحران جدی مالی روبروست، بحرانی که خیلی از کشورهای اروپایی را تکان داد و گذشت در یونان زمینگیر شد و تا هنوز یونانی ها نتوانستند از این بحران بیرون آیند. اکنون قرض خارجی یونان از کشورهای اروپایی و بانک جهانی به 315 میلیارد یورو رسیده است و کشورهای قرض دهنده برای بازگرداندن قرض و نیز برای دادن قرضهای نو شرطهای برای یونان گذاشتند که حکومت و مردم این کشور فکر میکنند در صورت قبول این شرطها شاید کل کشور ورشکسته یا مفلس شود. بنابراین حکومت این کشور رأی پرسی را در روز 5 ایول دایر نمود تا از مردم بپرسد که آیا آنها راضی‌اند که به این شرط‌های قرض دهندگان اروپایی راضی شوند و قرض گرفتن و بازگرداندن آن را ادامه بدهند و یا خود طور از این بحران بیرون آیند. و در نتیجه اکثر مردم یونان به طرفداری راضی نشدن به شرط‌های نو اتحاد اروپا رأی دادند. نتیجه های رأی پرسی می توان گفت تا حدود زیاد برای سران اروپایی نگران کننده بود، زیرا آنها یونان را قرضدار کردند و اکنون یونانی که می خواهد 30% این قرض ها را عموما نپردازد و باقی مانده را با شرط ها و مهلت های خاص بدهد برایشان باعث دردسرهای زیاد خواهد شد. چنان که پیش بینی میشد، مردم یونان به شرط‌های اروپا برای قرض و کمک‌های نو مالی جواب منفی دادند. در این رأی‌پرسی حدود 10 میلیون نفر شرکت کردند. خزینه بین‌المللی اسعار و بانک مرکزی اروپا پافشاری داشتند که یونان قرض‌های نو بگیرد تا با این پول‌ها قرض‌های پیشینه را با سودشان برگرداند. شرط و شرایط آنها سیاست آینده اقتصادی حکومت یونان را محدود می‌ساخت. همچنین نقشه یونان باطل کردن تا 30% قرضهایش را نیز در بر میگیرد، ولی این خطر وجود دارد که در صورت حاصل نشدن توافق میان قرض دهندگان و یونان این کشور از حوزه یورو بیرون شود. هزاران نفر از طرفداران حکومت یونان روز 5 ایول پس از اعلام اولین نتیجه های رأی‌پرسی در میدان سینتاگما در مرکز افینا جمع آمده از نتیجه های رأی‌دهی اظهار خوشحالی کردند. گروه گفتگو کننده به دولت یونان پیش از این هشدار داده بود که رأی نی مردم یونان به شرط‌های کمک کنندگان بین المللی به معنی خروج این کشور از حوزه پولی یورو خواهد بود. پس از معین شدن نتیجه های همپرسی نیز الکسیس تسیپراس سروزیر یونان از مردم کشورش به خاطر رأی نی به شرط‌های پیشنهادی کمک کنندگان بین المللی تشکر کرد و گفت که دموکراتیا تهدید نمی شود. او در این حال از تمایل یونان برای ادامه گفتگوها خبر داد، اما افزود که این بار مسئله قرضها روی میز مذاکرات خواهد بود. طبیعی است که چنین نتیجه به سران دیگر کشورهای اروپایی خوش نآمده است. مثلا معاون سروزیر آلمان گفته است که حکومت یونان مردم خود را به راه ناامیدی برد. رئیس اتحاد اروپا نیز از این گونه نتیجه اظهار ناخشنودی کرد.
با پیشنهاد فرانسه و آلمان که دو قدرت اقتصادی حوزه یورو خوانده میشوند، وزیران مالیه اتحاد اروپا موضوع آینده پول واحد اروپا را بررسی نمودند. بسیاری از تحلیلگران اروپایی نتیجه رایپرسی یونان را کابوس یا خواب وحشتناک برای سران اروپا نامیدند، زیرا آن از یک طرف بازپسگیری قرضهای یونان را مشکل می‌گرداند و از طرف دیگر شکست برای سیاستگزاران و اقتصاددانهای اروپایی به شمار می‌رود. این است که رایپرسی یونان تا مدت‌ها بر فضای سیاسی و اقتصادی اروپا سایه خواهد افکند. همین طریق یونانی ها می توان گفت با حکومتشان هم‌آواز شدند و به شرط‌های نوی بانک‌های اروپایی نگفتند. اکنون این به آن معناست که یونان می تواند 30% از قرض 315 میلیارد یورویی خود را به بانک‌های اروپایی و بانک جهانی نپردازد و برای قرض‌های باقی مانده شرط‌ها و مهلت‌های خود را بگذارد. زیرا اگر یونانی ها در رایپرسی روز 5 ایول شرط‌های نو قرض دهندگان را می‌پذیرفتند، به اعتقاد اکثر کارشناسان این کشور باید اعلام مفلسی یا ورشکستگی می‌کرد. از طرف دیگر نتیجه رایپرسی یونان برای مسئولان اتحاد اروپا بسیار نگران کننده است، زیرا این اولین بانگ خطر از خلاء سیاسی و یا اختلاف در میان این اتحاد است. منشأ اصلی نگرانی مسئولان اتحاد اروپا و سران بعضی کشورهای قدرتمند اتحاد اروپا آن است که این روش یونان را می‌توانند دیگر کشورها نیز ادامه بدهند، زیرا کشورهای دیگر مانند پرتغالیا، اسپانیا و حتی ایتالیا هم هنوز زیر تأثیر بحران مالی اند و قرضهای زیاد از اتحاد اروپا گرفته‌اند. و نکته دیگر این که این می‌تواند آغاز برای جدایی در اتحاد اروپا باشد. این است که کارشناسان اروپایی میگویند اگر پیش راه این روند گرفته نشود و روند جدایی در صفای اتحاد اروپا ادامه یابد، شاید یونان بتواند آغازگر این جدایی باشد، مخصوصا یونانی که مهد تمدن اروپایی است و خود کلمه اروپا یا یوروپا هم یونانی است. در اوکراین سال سوم است که از یک طرف تلاش ها برای یافتن راه حل نزاع و از طرف دیگر درگیری ها در شرق این کشور میان جدایی خواهان و نیروهای حکومتی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین دور این مذاکرات نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، نمایندگان فدراسیون روسیه، حکومت اوکراین و جدایی خواهان جمهوری خودخوانده دونتسک در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس گرد هم آمدند و از بس که چندین دور مذاکره آنها برای جاری نمودن آتش بس به نتیجه انجامید، این دفعه هفته گذشته در مینسک به این نتیجه رسیدند که منطقه غیر نظامی در میان نیروهای حکومتی و نیروهای جدایی طلب به وجود آوردند و تصمیم شد که چنین منطقه شیراکینا در قلمرو ولایت دونتسک باشد. اما این آتش بس هم مثل چندین آتش بس گذشته اجرا نشد و حتی به این منطقه شیراکینا ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را راه ندادند که مثل گذشته در این کار هر یک از جانب‌های درگیر یعنی حکومت اوکراین و جدایی طلبان شرق یکدیگر را گناهکار کردند و به همین ترتیب تازه‌ترین آتش بس اعلان شده نیز با شکست روبرو گردید. اما بحران و مشکلات اوکراین با همین خلاصه نمی شود. در روزهای آخر بار دیگر میدان شهر کیف شاهد تظاهرات مردم شد. این دفعه طرفداران خود حکومت بر ضد یک اقدام حکومت کیف به میدان برآمدند. ҳукумати Украина дар ин рӯзҳо ҳамзамон бо ду мушкил рӯбарӯст. аз як тараф барои баландбардоштани рӯҳияи миллӣ маҷбур аст бо тамоми касоне ки барои ҳифзи якпорчагии кишвар меҷанганд забон ёбад, аммо аз тарафи дигар барои машрӯият ва қонуният бахшидан ба муборизаи худ бояд гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонуниро барҳам диҳад ки дар ин сурат дар ҳар қадам ба мухолифати ҷавонони тарафдори ин гурӯҳҳо дучор мешавад. дар айни ҳол ҷангҳо дар шарқи кишвар рӯзторӯз шиддат меёбанд ва бо вуҷуди гузаштани чандин даври музокирот дар Минск то ҳанӯз роҳи ҳалле барои хомӯш кардани оташи ҷанг пайдо нашудааст. Киев нам метавонад аз роҳи низомӣ суботро дар шарқ барқарор созад ва нам бо ҷудоиталабон ба созиш мерасад.
ҷониби украина амрико ва иттиҳоди аврупо русияро ба ҳимоят аз ҷудоихоҳони донетск ва луганск муттаҳам мекунад. аммо русия инро рад карда мегӯяд ки дастгирияш танҳо аз кӯмакҳои башардӯстона иборат аст. дар навбати худ россия ҳукумати украина ва тарафдорони ғарбии онро дар шиддат гирифтани низо айбдор мекунад. ба андешаи русия дар шарқи украина мардум ба муқобили сиёсатҳои қавмгароёнаи Киев исьён карданд ва бояд талабҳои онҳо ба назар гирифта мешуд. дар ҳоле ки ҷонибҳо саргарми даври навбатии музокира дар Минск буданд, дар натиҷаи таркиши мина дар шарқи ноороми Украина 5 сарбоз кушта шуда, 3 нафари дигар захм бардоштанд. артиши Украина дар як баёния гуфтааст ки ҷудоиталабон ба камингоҳҳои нерӯҳои давлатӣ дар Луганск бо тӯбхонаҳо ҳамла карданд. ҷудоиталабон мегӯянд ки артиши Украина дар зарфи 24 соат пас аз музокираи Минск 32 бор ба мавзеъҳои онҳо ҳамла кардааст. бо вуҷуди талошҳои дипломатӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ атрофи буҳрони Украина ҳанӯз роҳи ҳалле барои ин буҳрон пайдо нашуда, баръакс он амиқтар мегардад. охирин даври музокироти гурӯҳи тамос дар шаҳри Минск танҳо бо ин натиҷа поён ёфт ки бояд минтақаи ғайринизомӣ ба вуҷуд оварда шавад, ки он ҳам нашуд. мушкили асосӣ дар ин буҳрон рӯз то рӯз фарогир шудани он аст, зеро он ба даргирии миёни артиши Украина ва ҷудоихоҳони шарқи ин кишвар маҳдуд намешавад, балки кайҳост ин кишвари аврупоии шӯравии собиқро ба майдони рақобат миёни абарқудратҳо табдил додааст. چون که می‌بینیم تا رفت با بحران سیاسی و امنیتی اوکراین، بحران‌های اقتصادی هم ضم می‌شوند. طبق آخرین گزارش‌ها اکنون اوکراین می‌تواند در تیر ماه و زمستان امسال از گاز روسیه محروم شود و باز 3 میلیارد دلار قرضی که بانک جهانی با اوکراین وعده داده بود، 2 روز پیش اعلام کرد که این قرض را نمی‌دهد، زیرا اصلاحاتی را که بانک جهانی می‌خواست در حکومت اوکراین جاری نشده است. اگرچه امروزها در چندین نقطه عالم ما بحران‌ها را می‌بینیم، اما بحران اوکراین با یک خصوصیتش فرق می‌کند. زیرا مثلا اگر در بحران شرق نزدیک، در عراق، در سوریه و یا جای دیگر میتوان گفت که تمام جهان حداقل در ظاهر در یک موقع قرار دارند و این بحران را محکوم میکنند و دو کشور مهم دنیا روسیه و امریکا هر دو اعلان کردند که خواهان مبارزه بر ضد تروریسم و از بین بردن آن هستند. اما در اوکراین قضیه تماما دیگر است. در اوکراین هم امریکا و هم روسیه کیهاست که وارد این قضیه شدند و هر کدام از یک جناح پشتیبانی میکنند. شاید در آغاز این بحران هر دو جانب درگیر، هم حکومت اوکراین و هم جدایی طلبان شرق فکر نمی‌کردند که آن تا به این حد جدی و طولانی شود. هر دو جانب فکر می‌کرد که با کم پافشاری سیاسی و گاه نظامی می‌توانند به خواسته خود دست یابند. خواسته حکومت اوکراین این بود که این کشور یکپارچه و متحد بماند و خواسته جدایی طلبان شرق این بود که آنها مستقلیت به دست آورند. ولی اکنون این بحران روز تا روز عمیق‌تر می شود و اوکراین که یکی از کشورهای پیشرفته سابق اتحاد شوروی و نیز یکی از کشورهای نسبتاً پیشرفته اروپا حسابیده می شد، اکنون پیش بینی می شود که تا آخر این سال تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی خواهند کرد به مرز 40% خواهد رسید. به نظر می رسد که هم حکومت اوکراین و هم جدایی خواهان شرق می خواهند که بالاخره راه حل برای آن پیدا نمایند، زیرا هر دو دچار مشکلات زیادی هستند و از هم مهم مردم این کشور آهسته آهسته از این درگیری ها به جان آمده اند و کارشناسان اوکراینی گفتند آن روز دور نیست که مردم بار دیگر به میدان ها بیایند و نظام تماما دیگر را برای روی کار آمدن طلب نمایند. اکنون هم اوکراین و هم جدایی خواهان شرق را لازم است که به نقطه مشترک دست یابند و ظاهرا هم روسیه، هم اتحاد اروپا و هم ایالات متحده آمریکا که هر کدام یکدیگر را به دست داشتند در ادامه این بحران گناهکار میکنند، نیز میخواهند که صلح با اوکراین بازگردد و ظاهرا تلاش ها دید و بازدیدهای زیادی هم انجام میدهند. اما به نظر تحلیلگران تا زمانی که این کشورها از نقطه های منفعت خود کم عقب نشینی نکنند و تا زمانی که آنها پیش از همه منفعت مردمان اوکراین را به نظر نگیرند، هیچ گونه مذاکرات نمیتواند فایده آور باشد و این بحران همچنان ادامه می‌یابد و هم در داخل اوکراین قربانی میگیرد و هم قدرت های بزرگ جهانی را در روبروی هم قرار میدهد که این به نفع نه آنهاست و نه جامعه جهانی.
و حالا درباره ارمنستان. نهایت پس از 2 هفته تظاهرات در میدان بگرامیان در شهر یروان پایتخت این کشور، پلیس ارمنستان میدان را از تظاهر کنندگان آزاد کرد. این تظاهرات با آن خاطر با وجود آمد که حکومت تصمیم گرفته بود از 1 آگوست نرخ استفاده نیروی برق را بالا برد. برای مخالفت با این تصمیم حکومت، گروه از مخالفان به میدان برآمدند و 2 هفته در میدان بگرامیان به مخالفت پرداختند. حکومت ارمنستان در آغاز با آنها پیشنهاد کرد که پراکنده شوند و گفت این تصمیم خود را به تأخیر می‌اندازد و یک آدیت داخلی و بین المللی با اشتراک نمایندگان تظاهرگران تأسیس می‌دهد تا بسنجند که آیا بالا بردن نرخ نیروی برق به نفع مردم و حکومت هست یا نه. اما تظاهر کنندگان به این پیشنهاد حکومت راضی نشدند و زمانی که قدم به قدم به سوی قصر ریاست جمهوری نزدیک می شدند، نیروهای امنیتی ارمنستان آنها را پراکنده ساختند. дар шаҳри ереван дар ҳафтаи дуюми намоишҳои эътирозӣ нерӯҳои полис ки вазъиятро дар майдон назорат мекарданд бо пахши як изҳорот аз эътирозгарон даъват намуданд ки майдони баграмиянро дигар кунанд ва ба майдони озодӣ гузаранд то ба рафту омади нақлиёт ва зиндагии шаҳриён халал нарасонанд. аммо онҳо ин пешниҳодро рад намуданд. ҳукумат розӣ шуд ки талаби эътирозгаронро ба инобат гирад ва қароре содир кард ки тибқи он қарори қаблиаш дар мавриди 16% боло бурдани нархи нерӯи барқ боздошта мешавад. айни замон комиссияи махсус дурустии ин қарорро ки